خود میدونم خدای تعالی خیلی در دقیقی نه چیکار میکنه تقدیر تن دادن در کار. یعنی به مادری چی زندگی است؟ در همین حیات رستم جان یگم انسان یگم شخص به غم نیست. یگم شخص کلیتی خانه و دیگر چیزا رو از جانب سرپرستان از جانب مخلصان گرفته بوده؟ خواستم دختری باشن نگرفته سخواست کنیده بوم یا عروسم شه میگه یا بگفم که خلامم شه یا چیت کنم میگه من در کار نیست من میخوام آزاد گردم پانی سستف پانی خدمت دهی خودت میدونیم بچه‌ات سستف چیست خدمت من یگم سم نمیتم کور یک برده چخری میغلطه جنباره باید شور شوه راستش به شما عاشق شده که با شما عاشق شده راستی گپ اول در من عاشق میشوم بعد یک اخچون دور میکشم با من عاشق میشم. دوستان عزیز ویدیویی که در اینجا گذاشتگیم اتشاتی که اکای بخ هر روز مردم گرانیسا میبره میاره برادر باور نکای خیلی که شما تماشابینای ما میدونید که طول 2 ساله که فقط همین اکر رکلام کرده استیم این رقمش همین جدا موندگیم زنگ بزنین اینامی مهراب رو گپ بزنین حتما سکیت اخچا داره بچهای نغ زن ماشیناش کامفورت ان شاء الله که در راه دور و دراز مونده نمیشه. مووی تراول یکی از شرکت‌های بلیط فروشی ارزان است که مهاجران عزیز شما میتوانید با نرخ ارزان از اینجا خریداری نمایید. بچه مرا بلیط داره؟ از خورد تو کلان میتونن به ملال از نام کانال مهراب پرو حرف زنن سکیتکاش کتی ارزان هم میشه آقا؟ بله میفروشن. من رفتم الان این کس تصمیم گرفتن که به روسیه روند و از اویاکاسای ما استفاده بودن. شما نیز با نرخ ارزان دسترس میتونید از مووی تراول خریداری نمایید. یک سلامی گرم میسر یکایی که شما تماشابین همیشه فعال کانال مهراب پرو. اینک با فرصتی مناسب باز دیده و دیدار رسید. در برنامه با شما من قرار دارم دوستان عزیزی مهمانی نشر برنامه ما باز هم یک خانم بسیار هم خوش‌آواز اون که در باز میخواست که مهمانی برنامه ما شود و از سیر و اسرار زندگیش همگی با خبر باشیم. البته با سوال‌های به جواب ما البته اون کس جواب خواهند گفت. به دوستان عزیز پیشواز میگیریم مهمان ما رو و خوش آمدید میگیم یک جای تخمینه اودینای و مهمانی برنامه استوره ریز هستند. خوش آمدید. تشکر زیاد رستم جان. رحمت کلام. ما از اومدن شما از اون که تکلیف ما رو قبول کردید و مهمانی ما شده بسیار خرسندیم. تشکر. زود مهمان شوید. دیگه نگریزم. دیگه نگریزید. باور میکنید تماشابین عزیز من دوست میدونم که هر چیزی هست در حیات استورا اون رو گفته باشم برایش ما پنهان نمیکنم. ما تخمینه رو قریب 2 ساعت باز انتظار شده. نمیدونم او در کدام محفل بود در کدام بانکت بود برزم این توانستیم که او رو به قول قپیم و به برنامه بیاریم. ما همه وقت صبر میکنیم هیچ وقت خسته نمیشیم. تشکر احمد. تخمینه جان وقتی نام تخمینه اودینای رو به زبان میاریم پیش نظر ما سیمای شونمسی به نظر میرسه. از اون خودی شونمسی رو گفتم که شما رو توانست سروده که با او یک جای سرایدید میونی مردم به قول پاپولار میکرد. در واقع خود اعتراف میکنید این سوال رو؟ بله به نهایت یک سروده بود که اجداد نکرده بودیم که همین سرود همین خلمه خیزه نامش. پیشنهادی کی بود؟ این سرودای ما بود همه چیزای ما بود پیشنهادی ما بود. ما خواستیم با دیگه کس باید میخوندیم راستی گپ یکی بفهمدیم که شونمسی بر اومده دودر ما رفیقشم جورش همه خیلی پیشنهاد کرد دودرچم راستی گپ ما گفتم ما وای نمیشناسم خیلی آورده کم خیلی ما دیدم گفتم این گودک با خدا همین گودک گفتم با گفت که ها ما گفتم خیلی مایلی خیلی واخری کردیم خیلی سرده را پیشنهاد کردم که مایلی و قبول کردک خوندم که خیلی برآمد توپ درف یعنی سرود در مدت کوتاه خیت شد. بله. و از خود تو کلام تو امروز گوش میکنن. تا حاضر گوش میکنن تا حاضر اگه محفل برم میگن که بخوان. که شهباز بچه بهترینه رد نکرد قطعی شهباز 3 سرود خوندیم دویت کردیم بی وفا نگو نگو. دیگه موسیقیش چی؟ مایده نه یا دیگه بیراو. نوای بیراوش کلیپ نکردیم هم خیلی کانسر خوندیم. این 3 سرود توانست که 3 سرود هر سه‌شو نام داشت. بله. و یعنی شما تخمینه اعتراف میکنید در واقع با کار و صنعت شما پلیس شد این. بله. بودنی شونمسی. بله. تخمینه پس از اون یک بار قدم شما از صحنه کنده شد گم شد یعنی کجا شدید؟
дар ин 2-3 сол шуморо надидем. рости гап рустам ҷон, ман ҳам соҳиби духтарчадор шидам, ҳам 4 сол шид модарма гум кардам. дар ин байн ай саҳна хеле дур будам, хеле. яъне шумо ҳам аз пайи зиндагии шахсиятон шудед ва инчунин модар? бале, ҳам модар, ине ки инсон ҳам падар ё модар гум мекуна, қанатоша гум мекуна, дига ҳеҷ чиз намефура. ягон чӣ. як муддат шумо дилсард шудед асlan. бале. мегӯянд ки духтарон розгӯю розшунави мақсад роздону розгӯи модарон ҳастанд. вақте шумо дар зиндагӣ ҳамон нафаре ки дарди дили шуморо мефаҳмед ва ҳамеша шуморо дарк мекард дар зиндагӣ аз даст додед, барои шумо чӣ қадар мусибати вазбин буд? бисёр вазбин буд, беҳад, бениҳоят. ине ки 3 писару 1 духтар, додаром, хоҳаром майда дасти мада монданд. ёрама хадам нигоҳ кардам, ҳам зан додам. аз 1-2 дарчаи хурдӣ монду, хоҳарча монд. аз келин кофтистем рости гап. каме ҳама ё дар сари ман мондан, дар дасти ман мондан. ман шукрона мекунам, ай худовандам, миннатдорам, шукрона мекунам. ҳар боре шумо вориди хонаи модар мешавед, садои модар аз ҷое намебарояд, бӯи модар ба димоғи шумо намерасад. ин чиз шуморо ба дард мебарад? бениҳоят. ҳар ғоти ҳашти мард мешава рустамҷон, ман худ медонам худои таоло хеле дарда қина чикор мекунем, дар тақдир тан додан дар кор. яъне бемодарӣ чӣ зиндагӣ аст? беҳад қинае. ҳар касе ки модар дора намефаҳма, ин ки модар гум мекуна, баъд мефаҳма бемодарӣ чие. бениҳоят қинае, беҳад. ҳар ғоти як каса мебини модар мега, очаҷон мега, чӣ мега мешнавӣ, мехоҳӣ ки ёдиш мекунӣ, мехоҳӣ ягон гапа бигӯй, ягон суҳбат кунӣ, ягон чӣ хумориш мекаша нест ку. беҳад қинае. ё дар ягон рӯзи пастӣ, ё рӯзи ягон зиқӣ мехоҳӣ ки дар модар, як дар бағали модар будроӣ. нест, ҳамон чиз нест. беҳад барои инсон, беҳад бениҳоят қинае, беҳад. ман чиза барои худам хелис мекунам. аз ин зиёд намехоҳем ки ба захмои дили шумо намак чошем. тахмини азиз, ҷои модар биҳишт гардад ва ҳеҷ гоҳ чун мегӯянд ку ғам, дард, кулфат дар ҳаёти бандагон ҳамавақт ҳаст ва як рӯз на як рӯз меҳмонӣ ҳамагӣ мешавад ва бояд мо ба ин тайёр бошем. тахминан тавонист ки баъди сари модар фарзандони падари худро ба камол расонад ва онҳоро оиладор кунад. ин аз бузургии шумо нишон медиҳад ва мо ташаккур мегӯем ба шумо ки тавонистед ки нақши модарро дар анамун муҳаббати фарзандони падар бубахшед. раҳмат. тахмина зинда бошед ва мегузарем ба бахши саволномаҳо. инҷо мо саволҳои зиёд аз ҷониби мухлисонатон ҷамъ кардем ва мехоҳем посухашро шумо гуфта бошед. бисёриҳо мегӯянд ки тахмина зани шух аст, беғам аст, бедард аст, кораш фақат хӯрдану дам гирифтану тарабхона ба тарабхона гаштан аст. нахуд одами бедарду ғам бошед. дар ҳамин ҳаёт рустамҷон, ягон инсон, ягон шахс беғам нест. ягон шахс. леки ҳамин хел бо ҳамин заное ҳастем ки мо ғамро нишон наметиҳем. ғам даруни дилае. мехапем хмона. соле ки барояд соли нохушӣ ва соли нобарор буд, кадом сол буд ки асло фаромӯш намекунем? 2019 мен ки модарма гум кардам, ай даст додам, рӯзи фаромӯш нашавандаи май. фақат нагӯед ки аз бемории коронавирус гузашта? не, аз давлени дил. соли 2019 дар тоҷикистон ва умуман дар тамоми дунё як беморие ғалаба кард бо номи коронавирус ва бисёриҳо наздикони худро аз даст дода буданд. тахмина муддатҳо ҳисоб кунем, шумо рӯи саҳнае, яъне чандин солҳо ҳунарнамоӣ мекунед. агар чанд сол дур шуда бошед аз санъат, то ин муддат соҳиби чӣ чиҳо гаштед? мисли дигарон мошин тӯҳфа карданд, калити хонаву дигар чизҳоро аз ҷониби сарпарастон, аз ҷониби мухлисон гирифта будед? рустамҷони чизо барои ман муҳим нест, лекин
من توفه یک کس به نیت بد نمیگیرم. بسیار هستن خیلی توفه ها که من قبول نکردگیم. در برابر پیشنهاد کردن خونه ماشین اونها چیزی میخواهند البته. همین از یک زمانه شده که یک کس به هیچ یک چیز نمیکنه، به هیچ توفه یک چیز نمیکنه. تو یکم یا عروسم شه میگه یا بگفم که خلامم شه یا چیت کنه میگه. من در کار نیست، من میخوام آزاد گردم. با همین خاطر شما محتاجی کلیدهای ماشین‌های قیمت بابا خونه‌های پردبدبه شدن نمیخواید؟ شکرانه خدا من یکم چیزی کمی ندارم. برای من لازم نیست توفه یکم کس. تشکر. الفونسو گیردی سری سراینده‌ها زیاد دور میزنند. این رو به پنهانی خودی آوازخوان‌ها شکایت کرده بودند. تخمینه رو هم غم میدهند. تا حاضر دم غلطیدگی نیست یکم الفونس راستی گپ. اگر غلطه؟ اگر غلط ما تیزتر قدمش رو میروبید. من نگاه نمیکنم. عموما وقتی پول‌های دختر رو میکنن شما همین خیلی گونه مردها رو مرد میحسابید؟ نه، من خیلی مردیس نمیکنم. مرد ای زن خیلی فرقیت داره. زن مرد باید تامین کنه، مرد باید بخرانه پیشانه نگاه بین کنه، نخواهی زنک بگیره. خیلی مردک، اما مردک نمیگم. یعنی نفرت دارید؟ البته. تشکر. برای تخمینه در روزهای دشوار کی همراهش بود؟ البته در نظر دارم طایفه دوستان و رفیقانش را. من دوست زیاد دارم، به نهایت دوست، هم زن هم مرد. نکی اپا خونه هم دارم بسیار که در قوتی من راست بدن. نکی دو گناه های زیاد هم دارم در قوتی من راست بدن. یکم تا هوایا در روز قینی مای بری من رفتگی نیستم. یکم تاش تا حاضر در بر من، در تمام پستی و بلندی من در بری من. و شما زیاد مینت داره؟ من مینت دارم، ای همش مینت دارم. ما میخوایم که یک چند لحظه از همین غم و درد و از همین سوال ها دورتر باشیم و میگذاریم به یک بخش که پرانک عنوان دارد و در این پرانک بسیاری سرایندهایی که مهمان میشوند فعال هستند. تماشابینانی همیشه فعال کانال میکروفون و شما یک توصیه خوب دارم. دویاهای جدیدی ما در سال نو اکنون آغاز میشوند و اگر شما میخواهید که بهترین برنامه ها در کانال میکروفون تماشا نمایید، بهترین سرآینده ها اونجا مهمان شده از حیات خود قصه نمایند و خرسندی شما رو باز هم زیاد گردانند. پس شما به معلوم میتوانید که رکلام های شرکت های شما در محض برنامه های جالب ما جای یابند. پس شما میتوانید که با مهرپرو و رقم های واتساپ زنگ زده مراجعه نمایید و با نرخ ارزان رکلام های شما رو در برنامه های جالب جای میدید. و ما میخواهیم که فعالناکی تخمینه رو شاهد شویم. شما تو جایی در بالا قید کرده گذاشتید باید برادر خود رو عروسی یافته زن تید. بله. و البته من فکر میکنم که اهل سنت همیشه توی‌های با دبدبه میکنن. بله. و شما میتونید که در پرانک ما با شبنم صابری زنگ زده گویید که 3 ساعت توی میشود با همراهی ما بچه‌هایت سستفت اومده خدمت میکنی، لیکن از من پول طلب نکن. کنی ببینیم کنی چی پاسخ میگه. ما با شبنم صابری 14-15 ساله زیاد ما دوگانه جانیم، به نهایت دوگانه جانیم. تمام سیر دل ما، اسرار ما، غم ما، درد ما، خرسندی ما همه چی ما در هوا میگم. همه آدم دویرتی ما باوری که من میکنم همه چیز ما در همه. از این برمیاد که اون رد میکند یا اینکه راضی میشود؟ با گفتی ما که راضی میشود. بیاید بهترش در همون میکروفون تلفن میسنجیم و صدای شیرین شبنم بانو رو میبینیم که او چی میگه. این عقیده شما است، شاید وای رد میکنه. وای دختر بهترین است و یک شخص میدونیم بهترین دختر است و یک دلی بکینه داره و هیچ وقت رد نمیکنه. خیلی بیا برای همین گپ شما خواهش میکنیم که تلفن رو بیارم. گپ شما بیا. طرزی سوالا فهمیده نه؟ توی برادرم هفته دیگر ولی شب شدک میبرداره، اگر نورداره باری منه. ساعت 22 شب است. صنعتکاران اصلا در شب بیدار هستند. من حیرانم که شبنم از اولی بیگاه خوب میرود. سری دعوت شونده باری دیگر
ассалому алайкум. Assalomu alaykum Tasinajon. چخیر شب جان سلامتی خوبن؟ داد رحمت جانی ما نمیجه در خانگی و قطشتگی میم مسئولیت کردیم کودکا قطی زاکر جان دادر مکن نصیب باشه هفته دیگه توی میکنیم توی داریم پالنی سستف پالنی خدمت دایی خودت میدونیم بچه ها سستف چیست خدمت من یکم سم نمیتم من یکم با تو یکم خشت تاور دا پول گرفتم هفته دیگه 25م 25م تمام Tasinajon. پالیس 25م توی دادر اتده در پا در خدمت پال نی همی سستف همه دسته ریخته خدمت تمام جانی ما تمام من همی سستف ما میبرم خیلی حافظه را دیام میکنم ما کسا میخونیم تمام پرابلم نیستش تمام جانی ما بله هزار رحمت کنم تیاری بین سازی خدا ساز رحمت جان کو خیلی خدا ساز باش تمام 25م در خدمت دادر شما تمام شب جان هزار رحمت کلان جان سلامت باش جانکم خیلی جان خیلی جان بهترین تشکر میگویم به شبنمی صابری که صادق بودنی خود رو وفادار بودنی خود رو به دوگانه نزدیکش تخمینه اثبات کرد. البته در پیشی همون صدها نفری که ما رو تماشا میکنن احسن میگویم به شبنمی صابری در واقع دوگانگی شما چگونه صورت گرفته بود؟ بهترین حکم چند سری سالای استوروا موفق اومد شاید همه خیلی باشه یک خیلی دوگانه این گپ رو برده به گپ دیگر میرسوند جنگ نه اما شبنمی خصلت رو تا نداره. حال ما می استاسم که 14-15 سال خیلی دوگانه نزدیکیم تا حال رکبی ما گریختگی نیسته ما پس بلان یکدیگر حرمت میکنیم یکدیگر احترام میکنیم خیلی گپا نیست. زنده باشید و میگذاریم به بخش سوالی دیگر. صدای شیرین شما رو نه یک من بلکه تمام مخلصانتان دوست می‌دارند. کو پرچه از سرودی غرمی بچه سروی غرمی بچه قوق نکن قاشاره آوازه تپن کرده دنیا را ای هر سخنه شهد شکر میباره آوازه تپن کرده دنیا را هی آلو چه دونه افتاده پشتی خونه عاشقی زار شدم بچه هگ نمیدونه آلو چه دونه افتاده پشتی خونه عاشقی زار شدم بچه هگ نمیدونه آفرین خود رو لحظه در توی تصور کردم و اگر موسیقی فورم از پسش صدا میداد حتما برای در صحنه رقص میکردم. نه صدای بسیار هم خوب داره و این غرمی بچه کیست که الکی دل شما رو برده است؟ راستی گپ این پیشنهاد علیشیر شاعر بود یک روز خونش فیروت کرد علیشیر انس فکر میکنم انس بله بهترین دوستی ما است شعرهای خوب بنویسه بنویسه اپای تها بهت گفت که اپای تخمینه یک سرود دارم گفته پیشنهاد کرد خون کی معقول میشید این برای یکم همین شنیدن برای یکم یار یکم چیز نبود این برای همین یک سرود معقول میشید بلکه مردم ما میدونه که این برای فلانی خوانده نمیچی خوانده نمیکی خوانده بعد گپ میکنن لیکن نه سرود به حد معقول میشد ولی یک سرود مادری دیگه هم کرده علیشیر بله یک مادری بهترین گذشته به حد مادری علیشیر قلمی خوب دارد مهارت نوتکرار دارد و هر کسی که با علیشیر همکاری میکند فکر میکنم برد میکند تشکر و سوال دیگر وقتی در زندگی شما پول ها تمام میشود کیسه ها خالی میشود زندگی شما اون روز چی بودم تو با هر کی زنگ زده به من پول دی نه اکما خودم دختری همین کودکیم دختری کار کردگی و مهنت قطعی بر رزق نه ما بر رزقم مرم رحمتی مادرم خیلی صد رزق میگفت صد رزق میگفت که نون اخته صایبی میگفت اینه که ما در گواره 1 ساله و 3 ماه بودم 1 ساله و 4 ماه بودم و خیلی گواره ده رحمتی مادرم نان پزیده مرد در گواره موندگه خیلی بید که جن میلوی در سرخونه یک طرفه موندیانه در چکدو نان پزیده خیلی خونه بیبیم شانده خونه خشتا مانده من خیستم در گواره و ایست زدم ای گواره هوی شیدم هم کشال فر آمدم
یا چه رحمتی مادر میگه ببرم دخترچه ما ببینم کوی خونه خسته من بین دسترخوان دلم دسترخوان یکم نون گرفتم گزیده شدم با مایده کدام گفته که کلان شود در نان خودش صایب میشود گفته در نان خودش که ای گواره برآمده فرآمده نان گرفته گزیده خوره در بین دسترخوان شده ای در نان خودش صایبه. یعنی که امروز که به باور رسیدید البته همین چیزای ها اینمی اگه ای خداوند و مهربانم خیلی مینه دارم همین کدام سینه برم رزقم هسته کدام سینه همه برم ای خانه خداوند رزق داده. یعنی شما گفتن میخواید که بپولی رو تجربه نکردم تا حاضر کردگی نیستم تا حاضره. از دوستی و دوگانه بازی فایده هست؟ اگه دوگانه بازی زیاد هم نمیکنی و نه که من دسته دوگانه هایی که دارم در برم انسان خوبان بهترینن تا حاضر یکم خیانت دگی نیستم. عشق چیست؟ عشق نمیدونم راستی گپ عشق چی بود همین نغز میبینی و که بخد نمیه به قوقع عاشق شده؟ راست شده شما عاشق شده یا که با شما عاشق شده؟ راستی گپ اول در من عاشق میشوانم بعد یک اخچونه دور میکشم با من عاشق میشم. تیز عاشق میشه بدونی که؟ نه اگه تیز عاشق نمیشه میدونی من خیلی هم رستم جان یکم دلی مرا به قوقع یافته نمیتونن خیلی اول تگ بالو میزنن رس خود میکنن اگه بیر از خود نمیشه با یکی که من عاشق شدم استاپ میشم همه آدم ده استاپ میشم دیگه 1000 آدم دیگه بیا یکو هم مرا رد میکنم همه آدم قطی تو پرتفتن شد پرتفتن منه این روز شما جدا میشیم. این روز شما اویلادور هستید؟ نه راستی گپ جدا شده؟ بله. صاحبی چند فرزند؟ شگرانه خدا دوتا یک پسر یک دختر. کلان هستن؟ بچه‌م دیم کورس هسته در روسیه مسکو ده میخونه دیم کورس. علاقه با پایه اویلادوری رسیده است؟ بله یوریست میخونه در مسکو دیم کورس. دخترچه موشه 5 ساله میشه. پسرتون پیروی کسی مادر نشد؟ بچه هم انتخاب خیچه هم میخواست که پراکرور یا سودیه هم خیلی چیزا داخلش کردم در مسکو. بهترین تشکر. و اسم دوست داشته شما البته در نظر دارم اسم پسرونه ابوبکر. نام دوست داشته شما؟ نام دوست داشته ابوبکر. ناکامی زیادی دارید یا بخت دویم شانس های خوب داده است در حیات؟ رستم جان هر دشکه روزای وزمین شم باید خوب شم باید میگن که پایان شب سیاه سفید است نمیخیل. تخمینه جان چی نقشه ها دارید و مردم میتوانند که در روزهای نزدیک از شما چی رو انتظار شوند؟ چون ما در عرفه سال نو قرار داریم همگی پای آمدن سرودهای سال نو هستند یا که محفل های سال نو. شما چی؟ رستم جان بسیار خیلی کنسرت ها فیراد میکنن چارابینی ها فیراد میکنن من خودم رد میکنم نمیرم. من نمیدونم برای چی این راستی گپ شد قریب 2 ساله یا 1 ساله 1.5 ساله گفتی من فقط همین رد میکردم. بسیار آدما گفتن من نمیتونم. دل سرد شده دل مونده شده چی سبب جادو کردن شما رو؟ من خیلی جادو تر چیزا رو باور نمیکنم به غرض پروردگاری خودم من تکیه به الله خودم دارم. نمیدونم بسیار کنسرت ها میشه این نوروزی هم گفتن من بسیار چرا من نمیرم. من نمیدونم برای چی این برنامه ها میگن نمیرم. نمیدونم شاید برای چی نمیدونم. همین روز هم گفتن من که رو هم خیلی کردن من بعد گفتم بخیر برم که وعده کرده بودم. بهترین. و شما گفتید که من امروز به قول خلاصتوی هستم. اگر پیشنهاد شود بعدی برنامه ما هستن نفرانی که مقصد دوموتوی نو با شما مراجعت کنن یا که زنگ بزنن یا به خانه شما خواستگاری آیند شما قبول میکنید؟ اگه در این سن سالی ما که یکم کس خواستگاری نمیبیه چی خیلی به نظر 22 ساله میتونه اصلا از آن نمیپرسن که چند ساله است ولی چرا شما این گپ رو گفته؟ ما از یک زمانه شده که از این دختری باشن نگرفته خواستگاری دبون. ما بودو پیشنهاد شود شما قبول میکنید؟ راستی گپ دیگه ما نیت شوهر کردن ندارم دیگه رستم جان. چی مگر شما از شوهر دلسرد شده بودید؟ کور یک برده چخری میغلطه جیم بره باید شور شوه
باز در فکرم نیست برای که ما خودم همچون رنگ یک مرد شدگیم من خودم میجنبم خودم کار میکنم زندگی را پیش میبرم برای من مردک چی در کار باز هم بسیار میبینم می دخترها را برای عشق و عشقی و شوهراشون گیره و ناله هم چیزا رو من بسیار میبینم فکر میکنم که همه تنهایی خوبه جا تنهایی خوبه در کار نیست و هر نفری عشقی تخمینه است من توصیه میدم که عشق و عشق رو از خدا غم نتین و تخمینه تو گفت که تو 3-4 سال از پسش دویده دلش رو نیابی عشق نمیشود تخمینه صحبت ما حوزی عینی حال در ساعت 11 شب به انجام میرسد و از بس که تخمینه خون دیر به انامی برنامه ما آمدن وقت رفت و ما از این گرچند ما زیاد خرسندیم که تخمینه مهمانی برنامه ما گشت و به سوالهایی که شما میخواستید پاسخ گیرید یک به یک به خودتون پاسخ گفتن. تخمینه عزیز در آخر بعد تماشابین ما در این سال نو میلادی که در عرفه سال نو میلادی قرار داریم چی گفتن میخواهید؟ خداوند که در 2023 یگام به ارزوش اگر نرسیده باشم پروردگار در 2024 به تمام مراد و مقصدشون برسن. اولین به تمام همین شخص میگم قدری پدر مادر دانین. مادر پدر این غنیمت است. یار و دوست تمام چیزا میاوی نه که پدر مادر نمیاوی. هر وقت فرزندام ما جنگ میکنم فرزندی ما میگرده سین و میگه که خواهر تا جنگ دادر تا میگم پدر مادری ما زنده نمیشه که برای ما دادر خواهر کنه نه که ما زنده میگم میتونم که بکنم فرزند ما شما را جنگ میکنم و یورا نه برای همین فقط اول درجه پدر مادره چی ارزوی به تمام ارزوشون برسن. خداوند نگهبانشون باشن. مردم غریب مردمی که در کدام کشور باشین خداوند نگهبان هر یک کدام شما باشه. میندار هستم. تشکر زیاد. دوستان عزیز تماشاچیان گرامی استودیوی مراد مومنوف بهترین استودیو است. اما با شما توصیه میدم که در سال نو اگر شما جای میکنید مکان میکنید که اومده عکس های خودتیرمان گیرید پس اینجا مکانی شانسی خوب برای شماست و شما میتونید با نرخ های ارزان و دسترس از اینجا مراجعه نموده از نام کانال ما گپ زنید با شما تخفیف الهاگی میکنن و شما رو عکسای زیبا کتی باز هم در سال نو خرسند میسازن. تماشاچیان عزیز تنصیحات خاطرجمع و خانه آباد باشید.